نه، برعکس پدر و مادرانی هم هستن که میگویند فرزندمون رو اگر به این عید ارچه روان نکنیم فرزندمون خودش رو تنها حس میکند، آخر گریه میکند، خودش ما در مهاجرت هستیم، گریه کردن او رو نمیخواهیم ببینیم. یعنی پدر و مادری که تا این اندازه گویا مهربانی فرزند خود هستند، تا چه اندازه تصور کنید آنها خواطر هستند به دین کودک خود. برعکس به جای این که بگوییم فرزندم آیا یگان جوره های تو، همسنفان تو، همسایه های غیر مسلمان را دیدی که در عید قربان ما آمده با ما گوسفند ذبح کند، در رمضان ما با ما عید کند، روزه بدارد، با ما نماز جمعه، روز جمعه که روز عید مسلمان هاست، روز جمعه با ما نماز خواند، دیدی که ما به آنها پیوست شویم؟ میگیم نه نه، هیچ مشکل ندارد، خودش را تنها حس نکند، این عید عیدی